در جریان فیلم برداری یکی از سکانس‌های اسپایدرمن 3 تام هالند رو به مدت 11 ساعت وارونه آویزون کرده بودند و دکتر اکتاپوس مدام اون رو به دیوار میکوبید و تام هم باید توی اون حالت تمام دیالوگاش رو کامل میگفت. تام که کل روز رو داشت جون میکند، شب با کلافگی به خونه برگشت و به برادرش هری قول میزد که چقدر خسته است و این نقش چقدر سخته. هری با یه نگاه خونسرد گفت داداش تو اسپایدرمن هستی، جمع کن خودتو. تو خجالت نمیکشی؟ تو مردی. وقتی کارگردان گفت یه دزد جوان برای فیلم میخوان، تام سریع گفت هری بهترین گزینه است. بعدم به بدلکارا سپرد یه جوری آویزونش کنید که حسابی حالش جا بیاد. به این ترتیب هری را برده و از سقف آویزان نمودند. اولش خیلی شیک بازی میکرد ولی کم کم چشماش قرمز شد و به لکنت افتاد و فراموش کرد که چی باید بگه. شب که به خونه برگشتن، هری به تام گفت که هر چقدر دلش بخواد میتونه قول بزنه. اما ضربه نهایی وقتی بود که چند هفته بعد فهمیدن اون صحنه کلا از فیلم حذف شده. ما استودیو رو به آتش میکشیم. اگه از این ویدیو خوشت اومده؟ حتما ما رو سابسکرایب کن تا باقی ویدیوهامون رو از دست ندی.